این جلسه میخوام شیت کلی معماری رو بهتون یه توضیح بدیم. نگاه کنید، یه شیت معماری وقتی یه اصطلاحی به نام شیت معماری به کار میره، منظور این هست یعنی یک به قول گفتنی یه ورق یا یه سایز بزرگ کاغذیه که پلان‌های مختلف رو داخلش میچینن. کار نقشه کشی کلاً از سایت پلان که پلان موقعیت هست شروع میشه، میره پلان همکف که پلان پارکینگ هست و جانمایی راپله، میره جلو، میره پلان طبقه ترسیم میشه. همون پلان طبقه رو و پلان همکف رو میان مبلمانش میکنن. پلان همکف رو مبلمان کرده شده این، پلان طبقه اولم مبلمان کرده شده این. بعد یه دونه پلان بام یا شیب بندی اصطلاحاً اینجا ننوشته، حالا نوشته پلان بام، یه پلان شیب بندی آماده میشه، یک برش از ساختمان زده میشه، اسمش رو گذاشته مقطع AA که این خط برشیه که اینجا میبینید. خط برش هم یادتون باشه جزو ضخیم‌ترین خطا در پلانه تو ترسیم پلان، یعنی این خط بعد از همه ضخیم‌تر ترسیم بشه و خط نقطه میتونه نقطهش نقطه نباشه، میتونه یه خط خیلی کوچیک باشه نقطهش. و نگاه کنید یه اسمی هم براش میذارن A انگلیسی و A انگلیسی. وقتی این خط از اینجا رد میشه، اگر شما یه دونه برش کلا برای ساختمان بخوای بزنی باید حتما از راه پله رد شه. اگر دوتا بزنی میتونی یه خط برش هم عمودی بیاری از اینجا رد کنی، یا میتونه خط برش رو اصلا شکسته باشه، مثلا اینجوری بیاد بشکنه و دوباره اینجوری بشه، اسمش باشه مثلا BB. ولی معمولا یه خط برش ساده کار ما رو راه میندازه که اسمش AA هست. ساختمان از اون قسمت برش میزنن که راپلم داخلش رسم میکنن، به این صورت کد ارتفاعی میزنن، اسمش رو مینویسن و کلیات رو توش نشون میدن. و یه دونه هم اینجا نما از ساختمان ترسیم میشه، نمای جنوبی، یعنی در جنوب ساختمان وای میسید. نگاه کنید ما اینجا جهت شمال جغرافیایی رو معمولا نشون میدن، این شمال، N نورث یعنی شمال. پس شمال ما قسمت بالاست، این ور میشه غرب، شرق و جنوب ساختمان. حالا نگاه کنید وقتی اینجا اسمشو گذاشته نمای جنوبی، یعنی که میره تو جنوب ساختمان وای میسی، به ساختمان نگاه میکنه از این جهت. اینجا وای میسی به این ور نگاه میکنه. خب قطعا این پنجره، این قوس، اینا رو باید ببینید. نگاه کنید این پنجره ها، این قوس، بس درسته. و یه دونم از خرپشت، میدونید که راه پله در تراز پشت بام اسمش میشه خرپشته. یه دونه هم از اونجا پلان تهیه میکنن به این صورت و با مقیاس‌های مشخص. نگاه کنید یه چیزی هم راجع به مقیاس‌ها بهتون بگم. مقیاس‌های پلان‌ها کلاً معمولاً با مقیاس 1/100 ترسیم میشن. اگر کار شما یه کار کوچیک باشه، بخواید یه کمی کار بزرگتر رسم بشه، تو کاغذ بزرگتر دیده بشه، معمولاً هم مقیاس 1/50 هم استفاده میکنن. معمولاً پس در ترسیم پلان‌ها کلاً پلان‌ها مثل این پلان همکف، پلان طبقات، پلان تیپ طبقات، پلان مبلمان، اینا مقیاساشون 1/100 یا در مواردی 1/50. پس این مقیاس رو بدونید. در مقطع هم معمولا 1/100 یا 1/50. نما هم همچنین یا 1/100 یا 1/50. خرپشت هم همچنین. فقط اینجا سایت پلان یا اصطلاحاً پلان موقعیت، نگاه کنید اسماشو بهتون به ترتیب میگم. سایت پلان یعنی پلان سایت، پلان موقعیت، کروکی زمین، اینا همه میشه اسمایی که ممکنه به این شکل کار نشون بدن. نگاه کنید ساختمون رو در مقیاس کوچیکتر ترسیم کردن، دور و برش هم نشون دادن چه خبره. مثلا باغ، گذر، باغ، قطعه، مقیاس رو کوچیک کردن 1/250 و اینا رو تونستن جا بدن. نگاه کنید این پلان رو اینجا میبینید، این همین پلانیه که اینجا کوچیکشو دارید میبینید. ما اگر میخواستیم اینی که اینجا میبینید یعنی سایت پلان رو میخواستیم با مقیاس 1/100 بکشیم، شما فرض کن مثلا اینه، تمام این قسمت ها هم بیاد، مثلا اینو من کپی میکنم میذارمش کنار،
فکر کنید مثلا یه ریکتانگل میکشیم، فکر کنید به صورت حدودی، اینم حدوداً اگه بخوایم با اون اندازه کنیم مثلا این. خب قطعا من اگر میخواستم با مقیاس 1/100 بکشم، این اینجا اصلا جا نمیشد. نگاه کنید چه سایزی داره کلیتش. پس ما مجبوریم مقیاس اینو چیکار کنیم بچه‌ها؟ کوچیک‌تر کنیم. مقیاسش که کردیم 1/250. مقیاس 1/250 از 1/100 کوچیک‌تره. شکل رو کوچیک‌تر میکنه. چه مقیاسایی برای سایت پلان یا پلان موقعیت استفاده میشه؟ مثلا 1/300، 1/500. شما یه وسیله‌ای در نقشه کشی دارید به نام اشل. روی اشل رو نگاه کنید چه مقیاسایی هست. 1/150 هست، 1/250 هست، 1/200 هست، 1/500 هست، 1/300 هست. پس اینا تمام مقیاساییه که میتونید ازش استفاده کنید. چرا؟ حالا با اون وسیله اشل ما خودمون رو هماهنگ میکنیم، چون وقتی پلان چاپ میشه میاد بیرون، شما میتونید از اون اشل برید اینجا رو قرائت کنید. اگه اینجا رو اندازه نزده باشه، فقط اینو نوشته باشه 1/250، شما اشل رو میذاری اینجا، دقیقاً میفهمی که این 26.5 ارزش. پس ما باید با اون وسیله خودمون رو چیکار کنیم؟ هماهنگ کنیم. خب این کلیت کار. نگاه کنید در یه شیت معماری ما تایتل هم داریم. این تایتل ماست به این بزرگی. ببینید این بخش هم مثلا شهرداری اومده اضافه کرده، گفته آقا شما باید تایید نظام مهندسی اینجا باشه، تایید آتش نشانی مهرش اینجا بخوره. خود ما هم اینجا میخوایم مهر امضا کنیم. مثلا نقشت شیتت شماره داشته باشه، جهت شمالت حتما باید اینجا قرار داده بشه. یه سری دستورالعمل‌های شهرسازی خودشون گفتن اینا رو باید بنویسید، اینو باید بنویسید، اینو و همچنین اینا رو. نصب هر گونه دودکش در نما ممنوع می باشد. اینا رو مهرش رو قبلا میزدن رو نقشه ها، دیگه مهر نمیزنن. میگن آقا شما باید نقشه ای رو که میاری تو شهرداری میخوای ما تایید کنیم برات، باید اینا رو داشته باشه. ما دیگه مهر نمیزنیم. پس اومدن یه شکلی رو اینجوری درست کردن. اختصاص حداقل 10% از عرصه میدونید دیگه، همون زمین خالی میشه عرصه. اعیان هم که میشه ملکی که روی عرصه ساختین. اعیان میشه چیزی که در روی زمین ساختین، عرصه هم خود زمینه. پس نگاه کن گفته اختصاص حداقل 10% از عرصه به فضای سبز الزامی، یعنی 10% سطح زمینه تو باید چیکار کنی؟ فضای سبز کنی. اینا رو قبلا مهرش رو میزدن، یه مهر بزرگ بود میزدن رو نقشه ها. دیگه گفتن آقا باید تایپ کنی رو نقشه. اینو نوشتن، این مسائل اینجا اضافه کردن. خب اینجا چه اطلاعاتی داریم؟ اطلاعات نقش، دفتر حالا اینجا میبینید اشتباه چیزام داره، تایپی هم داره. پلاک ثبتی رو باید بزنی، نوع استفادهش رو باید بزنی، مالک کیه، بخش، شهریار، یا تهران باشه منطقه رو هم میزنن. نوع تراکمش مثلا چیه، توی دستور نقشه مشخص میشه اینا. محل احداث بنا، مثلا زمین از شمال میخواد ساخته بشه، مثلا زمینه، این زمین میخواد تو شمالش ساخته بشه ساختمون، تو جنوبش میخواد ساخته بشه، تو غربش میخواد ساختمون ساخته بشه، یا تو شرقش. منظور این همینه. نوع اسکلت ساختمان، خب همه میدونید. نوع سقف ساختمان میپرسن. گروه ساختمانی جهت صرفه‌جویی در انرژی، حالا با توجه به چیزایی که حالا هست تعریف داره، مثلا زیاد، متوسط، بدون نیاز، قابل قبول، تعریف داره که اینا یه چیزایی که مربوط به شهرداریه. ما خیلی اطلاعاتی نداریم، ولی شهرداری سوال کنید این اطلاعات هم در اختیارتون قرار میده. بعد اینجا حدود و مشخصات ملک رو زده حدود زمین قبل از اصلاحی، حدود زمین بعد از اصلاحی. نگاه کنید اینجا مثلا شما یه دونه کار بهتون نشون دادم، فکر کنم این کار بود. گفتم اینجا طرف زمینش، مالک زمینش انقدره، بعد اینجا اومده گذر 10 متری شده، این ملکش انقدر از این ور اصلاحی خورده، انقدر از این ور، یعنی اینجا باید حذف بشه. پس نگاه کن ابعاد زمینش اول بزرگ بوده، عرضش این بوده، طولش بیشتر از اینی که الان بعد از اصلاحی، مثلا طول الان شده 14.75، ولی قبل از اینکه این زمین بریده بشه 2 متر هم باید بهش اضافه می‌کرد. پس اینجا اصلاحی خورده. وقتی اصلاحی میخوره در توضیحات نقشه در این شیت که اینجا باشه، اینجا نگاه کنید حدود زمین قبل از اصلاحی، بس منظورش اینه، یعنی قبل از اصلاحی زمین ما چقدر بوده، بس ابعادش بزرگتر بوده.
حدود زمین بعد از اصلاحی دیگه اصلاح میکنه، ولی این زمین چون اصلاحی نداشته، یعنی ابعادش این در این بوده به صورت کلی، قبل و بعدش یکیه. میبینید 41 41 26 و نیم 26 و نیم 41 41 26 و نیم 26 و نیم، یعنی قبل و بعدش یکیه، اصلاحی نداشته. مساحت زمین رو میزنید به متر مربع. بعد اینجا مشخصات طبقات ساختمان، تعداد طبقات مینویسی. طبقه همکف چقدر بنا داره بچه‌ها؟ 150 متر مربع. طبقه اول 150 متر مربع، خرپشته 23 و 40. حالا به تفکیک اینجا چی گفته؟ مساحت به متر مربع. گفته طبقه همکف شما یه دونه احداثی چیا داره؟ ممکنه وضع موجود هم داشته باشه، یه ساختمان قدیمی باشه. خب ساختمان قدیمی باشه بعد اطلاعات ساختمان قدیمی رو تو موجود بزنید. ما نداریم، اونجا زمین خالی بوده. خب قراره تو احداثی چی ساخته بشه؟ نگاه کنید تو همکف کلا 150 متر مربع 104.81 متر مربعش مسکونیه. تعداد واحدش هم چند تا؟ یه دونه است. 13 و 11 13.11 هم چیه بچه؟ راه پله آسانسوره. تعدادش هم یکیه. 26 و نیم هم چیه؟ پارکینگه. چند تا تعدادش؟ 2 تا. ارتفاع به متر کف تا کف تمام شده، یعنی از روی سرامیک تا روی سرامیک طبقه بعدی. چقدره؟ 320. طبقه اول حالا چی داره؟ کلش 150 تا 136 خورده ایش یه واحد مسکونیه، 13 و 11 یه واحد راه پله آسانسور تمام. خرپشته چی داره؟ 14.04 یه واحد خرپشته است، راه پله است اصطلاحاً. این باید راه پله باشه، میتونه خرپشته هم باشه اسمش. بعد 9.36 هم یه واحد اتاق آسانسوره، جایی که موتور آسانسور، تابلوی آسانسور اونجا قرار داده میشه. این آشش اینجا پشت بوم که وارد میشه، اینجا فضای پشت بوم میچرخه میاد از این درب میره تو اتاق آسانسور. خب پس اینجا این توضیحات این قسمت. بچه جمع تمام اینها رو این پایین می نویسم. چقدر؟ 323.40. نوشته جمع کل زیربنا 323 یعنی ما انقدر بنا قرار بسازیم در این نقشه‌ای که به دست مالک میرسه. یه سری اطلاعات هم مطابق سند مساحت انقدره، روی زمین مساحت انقدره، مطابق نقشه مساحت انقدره، بعد از اصلاحی مساحت انقدره. ببینید همش یکیه، ولی یه جایی که اصلاحی میخوره بعد از اصلاحیش فرق میکنه با چیزی که تو سند خورده. سند قبل از اصلاحی اطلاعات توش هست، بعد اینکه اصلاحی میخوره متراژ کمتر میشه. ممکنه شما سند یه جایی رو داشته باشی مساحتش انقدر باشه، ولی بری روی زمین ببینی یکی از بعداش کوچیک‌تره. رفتی رو زمین برداشت کردی دیدی روی زمین عددش یه چیز دیگه است، پس اینجا باید جداگانه بنویسی. یعنی چیزی که در زمین هست و چیزی که در سند هست با هم نمیخونه. حالا این دوتا با هم میخونه. مثلا در سند اینو داری ولی شهرداری گفته خیابون بزرگ شده، کوچه بزرگ شده، یه اصلاحی میخوره اینجا. مطابق نقشه هم ممکنه نقشه‌ای که شما میکشی با اینا هماهنگ نباشه. من نخوردم موردی که مثلا مطابق نقشه‌ش هم با اینا فرق داشته باشه. بعد یه سری اطلاعات به دستور نقشه است که اینجا نوشته میشه. بعد دستور نقشه رو داشته باشه. آدرس اینجا مینویسن. جای مهر و امضای مهندسا. بچه‌ها میدونید که نگاه کنید ما مهندس طراح داریم و مهندس ناظر. چند تا طراح داریم بشمارید. مهندس طراح معمار، مهندس طراح سازه، مهندس طراح مکانیک، مهندس طراح برق. 4 تا ما طراح داریم. اونی که نقشه معماری رو آماده میکنه، اونی که نقشه سازه رو آماده میکنه، اونی که نقشه آب و فاضلاب و لوله گاز و اینا رو آماده میکنه، اونی که برق کشی و اینا رو کلا نقشه‌شو میده. خب بعد 4 تا نقشه شد. این پایین 4 نفر به این 4 تا نقشه نظارت دارن. کیان؟ ناظر معمار، ناظر سازه، ناظر مکانیک، ناظر برق. پس این کار 4 ناظر است، 4 طراح است و 4 ناظر است.
کارهایی که متراژشون کوچیک میشه از یه اندازه یه دونه کلا میذارن، یه ناظره میذارن، یه مهندس عمران مثلا میذارن، همه چیشو میدن همون انجام بده، چون دیگه نیاز به نقشه نداره، چون متراژ کار خیلی کوچیکه. خب اینا رو یه شخص امضا میکنه هر کدومشو، ولی ممکنه شما با یه شرکت طرف بشی، شرکت همه اینا رو میتونه چیکار کنه؟ پر کنه. ناظر هماهنگ کننده، طراح هماهنگ کننده. یکی هم داریم، یه مهندسی هم داریم که به همه کارهای اینا رو هماهنگیاشو میکنه. برای این کارا یکی، برای این کارا هم یکی. معمولاً یا معمار یا مهندس عمران. یه سری توضیحات هم توی نقشه ها نوشته که معمولاً یه چیزی که ثابته تو همه نقشه، کپی میکنن رو نقشه میره. خب این کلیت یه شیت معماری شد. خب ما الان اینا رو، این اضافه رو پاکش میکنیم با اریز. میایم اینجا روی پلان شیب بندی با هم یه مروری میکنیم. حالا اینجا یه پلان کشیده شده، ما به این پلان کاری نداریم. من توضیح خودم رو جداگانه اینجا میدم. به شما میگن آقا ما یه زمین داریم، مثلا ارتومات رو روشن میکنم، به طول به سانتی متر میکشم، چون اینجا هم به سانتی متر کار رو رسم کرده. نگاه کنید، کار به سانتی متر 2650 یعنی چقدر؟ 26 متر و 50. پس به سانت کار کرده، ما هم به سانت کار میکنیم. مثلا یه زمین داریم، تو عرض زمین چقدره؟ مثلا 12 متر، 12.20 اینتر. میایم پایین، طول زمین چقدره؟ مثلا 25 متره. بعد اینو میپیچونید میارید اینور. این ورم چقدره؟ 12 متره. میایم بالا اینو میبندیم میشه. بس این زمین ما شد. حالا این زمین ما چه اتفاقی در کناراش افتاده؟ مثلا اومدن گفتن آقا عین زمین شما یه قطعه این ورت هست، یه قطعه این ورت هست، قطعه‌های پایینی هم عین قطعه‌های بالایی هست. خب بکشیم ببینیم چه جوری میشه. یه آفست میدم، گفته عرض زمین کناری هم 12 متره. یه آفست این ور میدم، گفته این وری هم 12 متره. گفته پایین هم یه زمین عین زمین شما 25 متری هست. بعد گفته آقا شما همین سیستمی رو که کار کردی عیناً، بچه من کاری که کردم متوجه شدین؟ دستور فیلت رو زدم، به جای اینکه اینجا رو کلیک کنم یا اینجا تایپ کنم اینتر کنم امو، کلید راست کردم مولتیپل رو زدم. اینجا آماده است. اینو به این میبندیم، اینم به این. با دستور اکستند کلید راست میکنیم، کلید چپ امتداد میدیم. یه مقدار هنگ کرد الان سیستم. خب این اومد. خب دقت کنید دوباره اینو امتداد میدیم. خب اینجا نگاه کنید، من 6 تا قطعه زمین کشیدم. زمین ما هاشور میزنم، حج اینجاست، این زمین ماست. نگاه کنید جنوب ما عین زمینای ما هستن، سمت راست ما که شرق ماست، غرب ما دوباره عین همون زمین هست. خیابون اینجاست، یه خیابون 12 متری هم اینجا هست. این هم خیابون 12 متری. اصطلاحاً به این میگن چی بچه‌ها؟ سایت پلان. هاشوره هم یه مقدار اصلاحش میکنیم، یه کمی دوباره کلیک روش میکنم، اسکیلشو از 1 میبرم رو 10 مثلا، کلیک میکنم، درست نشد میذارم رو 100، کلیک میکنم، بازم بیشتر رو 1000 کلیک میکنم. نه 10,000 دیگه خیلی فاصله‌اش زیاد میشه. خب نگاه کنید این قسمت که هاشور خورده زمین ماست. نگاه کنید اینجا دوباره این کار ادامه داره، این ورم خیابونم ادامه داره. برای اینکه این ادامه ها رو قطع کنی از یه شکلی به این صورت میتونی استفاده کنی. بیاد اینجا ارتومات هم خاموش میکنم،
به این صورت، به این صورت، به این صورت و بیاد اینجا. دیدین که یه همچین شکلی استفاده میکنن. این منظورش چیه؟ یعنی اینکه این کوچه، این خیابان همچنان ادامه داره ولی ما تا اینجا بیشتر نمیکشیمش. ممکنه اینو یه مقدار من مووش میکنم بیارمش این ورتر، ارتومود روشن، به این صورت بچه‌ها نگاه کنید. یه ذره این خط رو از این ور امتداد میدیم که قشنگ دیده شه. نگاه کن یه همچین حالتی. یعنی این ادامه دارد. با دستور میرور من همین رو کپی میکنم، از اینجا میارمش میذارمش اینجا. با دستور اکستندم اینو امتداد. خب بعد گذرمون این شد، ملک مورد نظر شد این. حالا برای اینکه اینو تکمیلش کنی اینو من کپی میکنم میذارمش کنار. بریم تکمیل کنیم. به ما گفتن آقا شما 60% از بالا بساز بیا پایین. 60% سطح زمین تو بساز. 60% سطح زمین یعنی چی؟ خب این ملک و شمالی جنوبیشو بذار مشخص کنیم. میگن آقا ملک شمالی جنوبی، میگن وقتی از شمال، جهت شمالمون این بود دیگه، این جهت شمالمون بود به سمت بالاست. وقتی میگن آقا از شمال وارد ملک میشی، وارد از کوچه بعد وارد شیم دیگه، از خیابون فقط راه داره که از اینجاها که نمیتونی وارد شی، ایناشو ممکنه ساخته شده باشه. وقتی میخوای از کوچه خیابون وارد ملکت بشی، نگاه کن وارد ملک میشیم، به کدوم سمت حرکت میکنیم؟ جنوب. وقتی داری از گذر وارد ملکت میشی، به سمت جنوب حرکت میکنی، پس ملکت چیه؟ جنوبیه. فکر کنم این راحت ترین چیزی بود که میشد گفت. نگاه کن وقتی از گذرت، کوچت، خیابونت وارد زمینت میخوای بشی، به کدوم سمت حرکت میکنی؟ جنوب. این ملک میشه چی؟ جنوب. خب من این حاشیه رو پاک میکنم. ملکمون رو فهمیدید یا حاشیه رو زدیم اینجا. به ما گفتن 60% سطحش رو بساز. به علاوه 2 متر بالکن. 2 متر بالکن هم بهت اجازه میدیم پیشروی کنی. 60% ممکنه فقط بهت 60% اجازه بدن. ممکنه 60% به علاوه 2 متر بالکن. اگه شنیدین منظورشون اینه که 2 متر پیشروی هم بهت میدیم. ممکنه یه جایی بری بگن 60% به علاوه 1 متر و 20 بالکن. اصلا 60% میدیم. اصلا 60% هم نمیدیم. 50% میدیم. بدون بالکن. بس این چیزیه که شهرداری با توجه به طرحی که تو اون منطقه داره به شما اجازه دستور نقشه صادر میکنه. شما بر اساس اون دستور نقشه شروع میکنی به ساخت. خب بیایم ببینیم اینجا 60% این سطح زمین رو باید چجوری حساب کنیم. در زمینه مستطیلی خیلی ساده است. نیاز نیست مساحتش حساب کنی، ضرب در عدد 6 دهم کنی 60%ش در بیاد. فقط کافیه طول زمین رو ضرب در 6 دهم کنیم. خب ما یه خط اندازه میزنیم از اینجا تا اینجا. چقدره؟ 25 متر. 25 متر. 2500 سانتی متر. خب 25 متر رو ماشین حسابو میاریم بالا. 25 متر ضرب در 6 دهم. 6 دهم میشه 60% دیگه. مساویه. میشه چقدر؟ پس 15 متر میشه 60%. پس یه آفست میزنیم. 15 رو تایپ میکنیم 2 0. از بالا میزنیم به پایین چون گفته بالاشو بساز. دستور تیری ما میزنیم اینا رو چیکار میکنیم؟ پاک میکنیم. خب این 60% شد. طولش هم میزنم بچه. الان به ترتیب میگیم. ارتومودم روشن کنید. این روشنه ولی همه کلیداش کار نمیکنه. کلید راست میکنید روش، آبجکت استاپ ستینگ رو میزنید، سلکت آل رو میزنید همش انتخاب بشه. اوکی. نگاه کنید ما دیگه اینجا از اینجا تا اینجا رو اندازه میزنیم. چقدر بچه‌ها؟ 15 مترمون درست. خب الان به ما میگن آقا این 60%. اگر بهت بگم فقط 60%، اگه گفتم 50% میشه چقدر؟ ضرب در چه عددی میشه؟ 5 دهم. این 60%. اوکی.
حالا میگن آقا 60% به علاوه 2 متر بالکن. 2 متر رو چجوری حساب میکنن؟ از همین وضع موجود 2 متر آفست میدی، 200 آفست میدی. نگاه کن، این هم 2 متر پیشرویه. طولش رو نگاه کن، 2 متر. پس نگاه کن 60% به علاوه 2 متر منظورش اینه. ممکنه این کارو کنم بچه، ممکنه بیان از سمت حیاط 120 تا بهت بدن، از سمت گذرم 80 تا بهت بدن. به این صورت با تیریم این قسمت ها رو هم پاک میکنم. اینجا چقدر شد الان؟ 120 تا، 1 متر و 20 از این برم 80. ممکنه فقط این 120 رو بهت بدن، ممکنه فقط این 80 تا رو بهت بدن. چیزی رو که بهت اجازه میدن، چیزی رو که به شما اجازه میدن میاد میشینه تو این نقشه. چیزی رو که شما میری در اجرا میخوای بسازی داستانش فرق داره. میری در اجرا بیشتر میری جلو، میگه آقا این همسایه من مثلا انقدر اومده جلو تا اینجا اومده جلو، منم میخوام تا اینجا بیام جلو، ولی تو نقشه اینو بهت نمیدن. ولی زمانی که اینو اجرا کنی، شهرداری مهندس یه گزارش میزنه که مالک پیشروی کرده، همین مهندس ناظره به شهرداری میاد کارو میخوابونه. بعد شما پا میشی میری شهرداری صحبت میکنی، مستندات رو ور میداری میبری. مستندات چی میتونی ببری؟ اون شهرداری حرفتو باور کنه. مثلا یه چیزی مثل اینو ور میداری میبری با خودت. نگاه کن، اینو با خودت ور میداری میبری که الان من دارم میکشم. اسمش بچه کروکی مجاورینه. حاشیه‌اش هم میزنم. من سعی میکنم توی بحث صحبتایی که میکنم موضوعات دیگرم بگم. نگاه کن، اینجا بغل دستی اینقدر ساخته، به شما اینقدر اجازه دادن. بعد میگی منم میخوام همباد این بسازم. بعد شهرداری، خب مهندس گزارش میزنه، شهرداری میاد کارتو میخوابونه، پا میشی میری شهرداری، اینم با خودت میبری. میدی یه دفتر مهندسی اینو برات بکشه، با خودت میبری. ملک مورد نظر بار شماست، ملک همسایه هم اینه. بعد میری با شهردار معاونت شهرسازی میشینی صحبت میکنی، میگی که نگاه کنید آقای شهردار، آقای معاون، بغل دستی من انقدر ساخته اومده جلو، منم میخوام همباد این بسازم، من تا اینجا ساختم اومدم جلو، کار منو خوابوندن، لطف کنید به من اجازه بدید من برم بسازم. شهرداری هم میگه خب میخوای بسازی، من که نمیتونم بیام تو جواز رو نقشه بهت اینو بدم، غیر قانونیه، چون اون شهرک اون منطقه اجازه نداره بیشتر از 60% به علاوه 2 متر به شما تراکم بدیم. ولی من شفاها بهت اجازه میدم. به شرط چی؟ به شرط اینکه مثلا هبه بدی. هبه چیه؟ هدیه است اصطلاحاً، اسمه. بهش میگن هدیه به شهرداری بدی. یعنی یه پولی به شهرداری بدی، من به تو اجازه بدم اینجا رو چیکار کنی؟ همباد بسازی. مثلا قبضای شهرداری برق و گازداشت و اینا رو بری پرداخت کنی. یا مثلا یه دونه دستگاه پوز میذارن اونجا، میگن اینجا چیکار کن؟ اینجا کارت بکش. حالا این کارتی که مالک میکشه یا میره تو حساب معلوم نیست، شهردار میره تو جیب معاوناش میره، بعد معاونا بین شهردار اینا تقسیم میکنن، یا اینکه مستقیم واقعا میان برای شهرداری هزینه میکنن. به مالک میگه شما مثلا کارخونه میز و صندلی داری، بیا شهرداری رو میز و صندلیاشو چیکار کن؟ تقبل کن. یا اصطلاحاً بهش میگن رشوه. پس رشوه هم روند و شکلشو دارم بهتون میگم، این مدلی میبرن جلو. خب پس این کروکی مجاورین، نگاه کنید به این سایت پلان میگن سایت پلان مجاورین. اینو داشته باشی میتونی بری با شهردار صحبت کنی. اخیراً تو شهرداری دیدین یه سری افرادو گرفتن بردن، گفتن آقا این پولایی که گرفتین، هبه هایی که گرفتین، برای چی اولا گرفتین؟ بعد گرفتین کجا هزینه کردین؟ یه عده رو برداشتن بردن اوین.
که یکم پرسجو کنید میفهمید چیه. خب پس برای اینکه اون روندم ببری جلو مجبور هستی چیکار کنی؟ کروکی مجاورین رو داشته باشی که بری اونجا صحبت کنی. ممکن اصلا شهرداری هیچی ازت نگیره، قبول کنه همینجور با اختیارات خودش بگه اشکالی نداره شما اینقدر بساز بیا جلو. همیشه اینجوری نیست که پول بگیرن که. یه وقت هست میان میگن آقا به خاطر سیمای شهری، نمای شهری، برای اینکه به هم نخوره اینجا شکستگی نشه، تو اینم شما هم در باد این بسازی، بغلی هم تو باد این بسازه، همه تو یه راستا بسازن، نمای شهری به هم نخوره، من به شما اجازه میدم برید بسازید. ولی در مجوز به شما کتباً اینو به شما نمیدن. خب بریم سایت پلانمون رو تکمیل کنیم. اینو پاک میکنم، اینو پاک میکنم. این اصطلاحایی هم که بهتون گفتم به علاوه 2 متر و اینا هم دیگه کاری ندارم. پاک میکنم، پاک. بالکن هم که بهتون توضیح دادم. خیلی سادهش میکنیم که تکمیلش کنیم اینو سریع. خب اینم مقیاسش رو میبریم رو عدد 100 1000. خب میایم بیرون. آقا این نگاه کنید، اینم پاک میکنه. این شد سایت پلان ما. سایت پلان ما کم و کسریش چیه؟ اندازه گذاریش کمه. خب این برای اینکه بدونیم تو کدوم لایه است، لایه وال هست، اینو کاری نداریم. کویک پروپرتی بچه‌ها اینجا بود، اگه پیداش کنم البته. نه. این لایه‌اش چیه؟ استایل 123 یه همچین چیزی داریم اینجا. آره ایناش 123. 123 رو برمی‌دارم، میام اینجا اندازه گذاری میکنم. اینو میگیرم. بچه ها صحبت نکنید لطفا. از اینجا تا اینجا. حالا با همین استایل فعلا اندازه گذاری میکنم. دستور کانتینیو رو میزنم، یعنی ادامه اندازه‌ای که از اونجا زدی ادامه‌شو برام بزن. فقط نقطه دوم میدم بهش و نقطه دوم. این ورم اندازه گذاری میکنم. میگم از اینجا تا اینجا تو این فاصله چشمی حدوداً دستور کانتینیو رو میزنم تا اینجا رو اندازه گذاری میکنم. زمینه بغلی رو هم یه اندازه میزنم. نیازی نیست بچه نگاه کن، نیازی نیست این پایین رو کلا بکشید. میتونید این 3 تا قطعه رو کلا بردارید. خب از دستور مچ پروپرتیس استفاده میکنم چون اینجا من تنظیمات این لایه رو نمیدونم چیه. دستور مچ پروپرتیس رو میزنم. این اندازه گذاری رو دوست دارم، اینو برمیدارم، تنظیماتشو میزنم به اینا. این اینجا 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 و اینجا. مقیاس سایزش عوض نشد نه؟ برای اینکه سایزش عوض کنی میتونی روش کلیک کنی، دوبار کلیک کنی. البته این پروپرتیس رو این بالا بزنید برای اینکه راحت تر. این که نه، اینو میبندیم. دستور پروپرتیس اینا کنترل 1 هم میتونید در کلید میانبر بزنید. میاد بالا، رو این کلیک میکنید. بعد اینجا میتونید تو قسمت تکست که یه قسمتی داره به نام تکست، اینا رو ببندین. تکست رو پیدا کنید. تکست هیت کو ایناش سیه مثلا میذاریم 50. 50 میذاریمش 70. خوبه 70. خب بعد از دستور خارج میشیم. دستور مچ پروپرتیس رو میزنیم روی این، میزنیم روی این، روی این، روی این و اینجا. خب بچه‌ها این هم اندازه هاش. آقا کدوم دستور زدی؟ یه اندازه کلی هم دستور مچ پروپرتیس اینا. یعنی یه دونه یه شیء و مشخصاتش رو تنظیم میکنیم، اون شیء و مشخصاتش رو برمیداریم با این دستور میزنیم به اشیاء دیگه. خب بعد اینجا یه اندازه کلی هم میزنیم مثلا با همون فاصله های اونور با دستور مچ پروپرتیس این میزنیم به این. خب این اتفاقیه که الان افتاده. بعد اینجا دستور کاتب رو می نویسم، اینتر، تا اینجا کلیک میکنم. دستور کاتب رو دوباره خودمون لود کنیم. تولز، لود اپلیکیشن،
میریم تو پوشه فونت، F رو تایپ میکنم، فونت، کاتب رو پیدا میکنم، کا رو تایپ میکنم، کاتب، لود میکنمش، تو این کیف هم میندازمش، اد، تو پوشه فونت، کا رو تایپ میکنم، کاتب رو پیدا میکنم، کاتب، اوپن، اد شد، کلوز، لود شد. میریم تو قسمت فرمت، تکست استایل. اینا رو توضیحاتشو بچه کامل تو نوشتن و کار کردن با دستور کاتب بهتون توضیحاتشو دادم. کاتب رو اینجا پیدا میکنیم، نسخ درست ست کارنت میکنیم، یعنی یه اسم درست کردیم، فونت نسخ رو بهش دادیم، تیک بکوارد رو زدیم، ست کارنت رو زدیم که قلم اتوکد اینو برداره، بعد کلوز رو میزنیم، بعد تایپ میکنیم کاتب رو کیبورد، اینتر رو میزنیم، میایم اینجا کلیک میکنیم، ارتو مود روشن، کلید اول طول خط، نگاه کنید دو تا کلید من معمولا کلید اولی که میزنم دو تا کلید میکنم سمت چپ، اولی و دومی هم روتیشن انگل، بعد مینویسم ملک مورد نظر، ملک مورد نظر، اینتر رو میزنم، دوباره یه جمله دیگه هم مینویسم قطعه هیچی نمینویسم، یا مینویسم مثلا اینا رو میتونید بنویسید قطعه ساخته شده، خط بعدی، میدونی که تمام این خطها جدا هستن، هیچ ربطی به هم ندارن. خط بعدی رو میزنیم، اسمشو زمین خالی هم میتونید بنویسید. بعدی چیه؟ گذر یا خیابان 12 متری، یا میتونید بنویسید گذر 12 متری. ببینید چجوری مینویسم، باید 12 رو تو تایپ بنویسید 21، یعنی شماره ها رو برعکس بنویسید. اگه برعکس ننویسید وقتی اینتر رو میزنیم تموم میشه، شما نوشتین 12، بعد میشه گذر 21 متری، یعنی باید همیشه شماره ها رو از انتها به ابتدا بنویسید. مثلا گذر 62 متری رو باید چی بنویسید؟ موقع تایپ کردن بنویسید 26 متری. پس ما اینجا گذر 12 متری رو مینویسیم گذر 21 متری. اینتر رو میزنیم. الان نگاه کنید، اینتر خط بعدی خالی از دستور خارج میشه. نگاه کنید گذر 12 متر، زمین خالی، قطعه ساخته شده، ملک مورد نظر، قطعه. نگاه کنید سایز فونت ها بزرگه، دستور اسکیل رو میزنم رو این و کلید راست میکنم، یه جاشو میگیرم میکشم، مثلا میکنمش نیم برابر، اندازش مناسب شد، مووش میکنم میارم میذارم سر جاش. اینا رو همه رو بچه‌ها جابجا میکنم، میارم میذارم بیرون سایت پلان، با دستور مچ پرپرتیس میزنم روی سایز رو بده به اینا، سایز رو میده به اینا بچه‌ها، سایز، رنگ، همه چی رو میده به اینا. نوشته رو ولی دست نمیزنه. ارتو مودم خاموش میکنیم با دستور موو یا کپی. مثلا کدوم رو دوست دارین در این زمینه بنویسید؟ میتونه قطعه ساخته شده باشه، میتونه قطعه خالی باشه، میتونه زمین خالی باشه. گذر رو بذارید اول سر جاش بذاریم، این گذر. اندازه گذرم بچه‌ها باید بزنم ها. دستور کانتینیو رو میزنم، دستور کانتینیو بار خودش میره پایین، من اینجا رو نمیخوام، کلید راست میکنم، اینتر میکنم، بعد هر جا دلم بخواد میزنم، مثلا میزنم اینجا ادامه‌شو تا اینجا بهم میده. اینم 12 متر، درسته؟ گذر 12 متری، ملک مورد نظر یعنی ملکی که قراره روش کار بشه اینه. و میتونید از اینا هم کدومشو کپی کنید، مثلا قطعه، خیلی سبک و جمع و جور. اینجا بذار، اینجا میذاری، اینجا و اینجا. بچه‌ها نگاه کنید، این پایینی ها میتونن نباشن ها، میخوایم ورداریم اصلا. تو سایت پلان نیازی نیست، ولی یه جا ممکنه بخوان، ما اینا رو ور میداریم. نگاه کن، با دستور تریم ورشون میدارم، تریم کلید راست، برداشتمشون. نه ور میداریم با دستور کانتینیو ادامهش بهترین گزینه دستور کانتینیوه. کانتینیو رو میزنی، کلید راست میکنی، بهش میگه از اینجا شروع کن. به کجا؟ به اینجا. درست شد؟
اینم یه دونه اندازه کلی براش میزنیم از اینجا تا اینجا. با دستور مچ پرپرتیس هم از اینجا برمی‌داری میزنی به این قطعه ملک مورد نظر، گذر 12 متری، علامت شمال هم که اینجا هست. اسمش چیه؟ کپی میکنم میذارمش اینجا. اینم سایت پلان. یه کمی هنگ میکنه، صبر میکنه از هنگی خارج. خب میایم میذاریمش فعلا اینجا. خب بچه‌ها نگاه کن، من یه همچین اندازه‌ای رو نگاه کن کپی کنم ببرم بذارم تو شیت نقشه، ببین چقدر جا میگیره. کل نقشه رو گرفت. پس غلطه دیگه، نباید با اون اندازه بذارم. کپی میکنم، یه دونه میذارم این بغل، میذارمش این بالا. آقا میگم من اینجا خیلی توضیحاتی ندارم که، اینو کوچیکش میکنم میذارم رو نقشه. ما این نقشه رو کلا باید با یه مقیاس چاپ بگیریم. بچه‌ها دقت کنید، کل این نقشه باید با یک مقیاس چاپ بشه. خب ما چون همه نقشه هامون 1/100 هست، پس این نقشه رو با چه مقیاسی چاپ میکنیم؟ 1/100. یه دونه داریم که فقط مقیاسش فرق داره. اینا همین الان نمیشه که شما 2 تا عدد مقیاس بنویسی با یه مقیاس چاپ کنی که. شما برای که اشتباه نشه همین الان مقیاس مثلا 1/300 رو اعمال میکنی، کوچیکترش میکنید به نسبت 1/100. 1/100 با 1/300 یه اختلافی دارن دیگه. اختلافش رو چجوری در بیاریم؟ نگاه کنید، می نویسم اینا رو. آقا نگاه کنید، کپی میبرم میذارم این بالا، 2 تا عدد می نویسم. یه مقیاسه، دوباره کلیک ادیت اینجا مشکل نداره، میتونید 2 0 1. میخوایم مقیاس 1/100 رو تبدیلش کنیم به مقیاس 1/300. 2 0 3. فهمیدید؟ عددا رو باید برعکس تایپ کنید. خب آقا ما قراره این مقیاس رو تبدیل کنیم به این مقیاس، چون نقشه ها قراره با این مقیاس چاپ بشه. این مقیاس اختلافش با این چقدره؟ سریع ترین کار اینه که این کارو کنید. یه بار ماشین حساب بیاری بالا، 100 رو تقسیم بر 300 کنی، مخرجا رو تقسیم بر مخرجا کنی. 100 رو تقسیم بر 300 میشه چقدر؟ انقدر. حالا 300 تقسیم بر 100 چقدر میشه؟ میشه 3. خب این مقیاس داره، این عدد میخواد ترسیمی با این عدد اتفاق افتاده، میخواد بشه این عدد. این عدد نقشه ما رو چیکار میکنه؟ کوچیکتر میکنه یا بزرگتر؟ کوچیکتر میکنه. پس ما از عدد 3 استفاده کنیم یا از این یکی عدد استفاده کنیم؟ 100 تقسیم بر 300. کدوم استفاده کنیم؟ از عدد 3 استفاده کنیم یا ممیز 333 اینجوری؟ عدد 3 رو اگر ضرب این شکلمون کنیم که این بزرگ میشه. نگاه کنید، این 2 تا عدد رو دیدیم به دست آوردم، یه بار 100 رو تقسیم بر 300 کردم، یه بار 300 رو تقسیم بر 100 کردم. 2 تا عدد به دست اومد. ما یکی از این عددا رو باید در این شکلمون ضرب کنیم با مقیاس اینها تا اون شکل واقعی رو پیدا کنیم بذاریمش اینجا. ما میخوایم با مقیاس 1/300 شکل رو قرار بدیم. شکل باید کوچیک بشه دیگه از 1/100. پس کدوم عدد رو استفاده کنیم ضرب کنیم؟ این عدد رو ضرب کنیم یا عدد 3 رو ضرب کنیم؟ 3 رو که ضرب کنیم بزرگ میشه. پس این عدد رو ضرب میکنیم دیگه. پس این عدد یادتون موند؟ بریم اعمال کنیم. من اینو یه کپی میگیرم میذارم کنار. 2 تا کپی میگیرم اصلا. یه بار ضرب در 3 میکنم با دستور مقیاس. ضرب در 3 کردم. یه بارم با دستور مقیاس ضرب در چنگش میکنم؟ ممیز 3. هر چقدر میتونی 3 بزن. خب اینتر. اینو باید بذاریم یا اینو؟ اینو که بذاریم اصلا از این هم بزرگتره. از اینه دیگه. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ نوشته 400 400 500. اینا چیه؟ این که اندازه هامون اینه که
چون مقیاس رو زدیم شکل رو کوچیک کرده، اندازه هم چی شده باش؟ کوچیک شده. 2 تا راهکار داری برای اینکه این مشکل زمانی که اینجوری شد، میخوایم اینو الان قرار بدیم اینجا دیگه. این الان اندازش خوب شده، نگاه کنید. کپی میکنم. نگاه کن، میبینی این اندازش مناسب شده برای اینجا. منتها چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که اندازه‌هاش ریخته به هم. 2 تا راهکار داره. یه راهکار اول، اینو کپی میکنی میذاری کنار. کپی که خرجی نداره، راحت کپی میکنی میذاری کنار. با دستور بلاک اینو انتخاب میکنی. کویک پراپرتی رو بذارید غیر فعال کنم اینجا. کویک پراپرتیز ایناش. خب غیر فعال انتخابش میکنم. اینجا یه دستوری دارید به نام، اینو پیداش میکنیم، ایناش make black، یعنی یه دونه بلوک برامون بساز. بلوک چه قابلیتی داره؟ وقتی یه شیئی رو بلوکش میکنی، هر چقدر بزرگ و کوچیکش کنی هیچی توش تغییر نمیکنه، فقط سایزش بزرگ و کوچیک میشه. پس اینو انتخابش میکنیم، میک بلوک رو میزنیم. یه اسم براش میذارم، نگاه کن شکل اینجاست. یه اسم براش میذارم، مثلا میذارم 1. اوکی میزنم. الان نگاه کنید این جدا جدا بود دیگه، حالا یه تیکه شده. نگاه کن شکل یه تیکه شده. الان اینو یه کپی ازش میزنم، این چیزی که بلوک شده میذارم این بغل. با دستور اسکیل اینو کوچیکش میکنم. چقدر بود عدد کوچیکمون؟ ممیز 3 میزنیم. خب اندازه ها رو نگاه کنید. هر چقدر خواستی کوچیکش کن، بزرگش کن، اندازه ها تغییر نمیکنه. پس این الان آماده است قرارش بدیم دیگه. این یه راهکار بود. راهکار دوم چیه؟ خب میتونیم یه خط اندازه تعریف کنیم، اسمشو بذاریم 1/300. یه خط اندازه تعریف کنیم، اسمشو بذاریم 1/300. یادتون باشه تو خط اندازه ما یه قسمتی داشتیم به نام اسکیل فاکتور. اسکیل. اونجا میریم این ممیز 333 میزنیم به اون اسکیله. پس نگاه کن میسازم. اینو میزنم دایمنشن استایل، از همین یه دونه نیو میسازم، اسمشو میزنم چی؟ 1.300. کانتینیو ادامه میدم میرم جلو. فقط همه تنظیماتشو قبول میکنم. تکست استایلش هم، سایز نوشتهش هم دست بزنیم، سایز نوشتهشو نگاه میکنیم، دیدیم اگه کوچیکه اصلاح میکنیم. میایم تو قسمت پرایمری یونیتس. اینا کجا بود بچه ها؟ اسکیل فاکتور. چه عددی رو میزنیم؟ ممیز. چرا این کارو میکنیم؟ آقا دقت کن، وقتی شما این عدد رو میزنی میگی آقا هر اندازه ای رو که زدی انقدر کوچیکش کن. قرار نیست کوچیک بشه که، قرار اندازه چی بشه؟ بزرگ بشه. شما داری شکل 333 صدم کوچیکترش میکنی ولی اندازه ها داره کوچیک میشه. پس ضرب داره چه عددی بشه؟ 3. فهمیدین چی شد؟ نگاه کنید، ما یه بار 100 رو تقسیم بر 300 کردیم، شد ممیز 300 و 333. یه بار هم 300 رو تقسیم بر 100 کردیم، شد چند؟ شد 3. ما چون شکلمون کوچیک شده، چقدر کوچیک شده شو میدونیم، 3 برابرش میکنیم، اندازه برگرده سر جای عادیش. اینو اوکی میکنم. set close. اسم 1/300 اینجا اومد. میایم اینجا اینا رو پاک میکنیم. من اینو کوچیکش نکردم. خب الان میام اندازه میزنم. این اندازه تو واقعی چقدر بود؟ 12 متر بود. اگر با این 1/300 یه اندازه اینجا بزنیم 12 متر باشه، کار ما درسته. درست شد؟ به همین سادگی. خب الان بذارین اینو من پاکش کنم.
کنترل زد رو بزنم این برگرده. این آماده است، اینو کپی کن بذارش کنار. با این 1/300 یه اندازه اینجا بزن الکی. نگاه کنید، نگاه کن روشو، یه اندازه بزن. زدم. حالا مچ پراپرتیشو بزن، مشخصات اسکیل فاکتور اینو برمی‌داره میزنه رو اندازه‌های شما. بس حواست به اسکیل فاکتور باشه. در عین حال که خیلی ابزار کاربردیه ممکنه کلا کارتو چیکار کنه؟ خراب کنه. پس همیشه هر خط اندازه زدید سریع اینو بزنید، مودیفای رو بزنید، انتخابش کنید، مودیفای رو بزنید، برید اینجا این عدد رو نگاه کنید. این عدد باید 1 باشه. کجا نباید 1 باشه؟ جایی که میخوای شکل رو بزرگ کنی یا کوچیکش کنی. این هم راهکار دوم بچه‌ها. خب یکی از اینا رو یا اینو برمیداری یا اینو برمیداری. میبری میذاری توی نقشت به عنوان چی؟ اینو نگاه کنید، کپی میکنم، اینو میبرم میذارم این زیر یا این زیر، هیچ فرق نمیکنه. بعد اسمش رو چک میکنم، سایت پلان اسمش درسته، مقیاسش غلطه. بعد چه عددی باشه؟ 1/300. تایپ میکنید 203. اینجا رو هم دوباره کلیک میکنی، اینجا رو انتخاب میکنی 203. خب این سایت پلان شد کلا. یعنی یه شیت معماری نگاه کنید، من برای شما توضیح دادم، این همه زمان برد. شما یه سایت پلان 5 دقیقه نهایتا 10 دقیقه بیشتر وقت تو نمیگیره. آماده میکنی، میایی در این قسمتی که نوشته سایت پلان، یکی از شیتا، یه دونه از پلانات آماده میشه. خب اینو تا اینجا داشته باشین.